آره اشکال نداره، تو همیشه رو حرف خودت پافشاری کن. ببین اتفاقا آخه یه نفر خب تو الان رو حرف خودت پافشاری کردی، خانم گفته که عسل خب بیا دوربینو بگیر من روغن بیارم. الان خانم گفته عسل خب چرا گفته عسل؟ اگه تو پافشاری نمی‌کردی خانم هم نمیگفت عسل. چرا گفته عسل؟ چون تو پافشاری کردی که این گفته عسل. اتفاقا به نظر من تو کار درستی کردی، همیشه از رو حرف درسته پافشاری کن. یعنی که تو پیش نظرش بزرگ شدی، فهمیدی؟ اگه پیش نظرش بزرگ نشده بودی که نمیگفت اصلا. تو پیش نظرش بزرگ شدی، از حرف خودت کوتاه نیومدی، فهمیدی ماما؟ اتفاقا تو کار درست کردی. هیچ وقت نمیگم کار اشتباه بوده، کار درست بوده، خیلی هم درستی، خوب بوده. فهمیدی؟ واقعا درسته؟ یعنی چی نگاه کن، آخه شما فقط یه اشکالی داشتی. خب گرای فعل امریه. خب گرای فعل امریه مامان، اما پذیرفتن مصدره. خب گرای فعل امریه اما پذیرفتن مصدره. مامان جان شما باید بگی گرای یعنی بپذیر. خب باشه میشه، چون گراییدن پذیرفتن هم هست. نه اشتباه نیست، نه اشتباه نیست مامان جان، اشتباه نیست. و اینکه حالا خانومتون خب مثلا یه بار دیگه بگو. خب میخواسته بگه مامانم دکترای معماریه. خب یه چیز آدم صحبت میکنه که طرفش ارزش داشته باشه، تجربه داشته باشه، یه چیزی بهت اضافه کنه. وقتی جوونه چیزی بلد نیست که ارزش بحث کردن هم نداره که. فهمیدی مامان؟ زنجبیل بلد نیست. تو دو تا کلمه پیدا کردی، اون که دیگه فیلسوف چیز نیست. تو الان مامان دکترای، خب اون که دکتر نیست، الان مامان دکتره. اشکال نداره. خب اتفاقا ببین همیشه اینو به خانومتونم بگو. خب همیشه ببین نکته های اینو همیشه از من یادت باشه. چیزی که دیگران به عنوان نقطه ضعف خب در تو میبینن، به عنوان چی؟ یه بار دیگه میگم، چیزی که دیگران در تو به عنوان چی؟ نقطه ضعف میبینن و میگن آقا این نقطه ضعفته، همیشه اونو به عنوان نقطه قوت خودت بسیار بزرگ نشون بده. مثلا الان خانم معلمت به تو گفته که چی؟ عسل رو ببینید چقدر پافشاری میکنه. خب تو به خودت بگو بله که پافشاری میکنم. خانم آدم اتفاقا خوبه، هر کس خوبه به نکته‌ای که توی دلش باور داره پافشاری کنه. اصلا به صورت دفتر چی میشه؟ خب درسته. نغمه خان بوده یا نغمه خالی بوده؟ نغمه خان بوده کلمه، یا خانم گفته نغمه خالی؟ خب عزیزم اینجا خانم راست میگه. نغمه اگه خان نداشته باشه آواز هم باید خان نداشته باشه دیگه، میشه نغمه آواز. اینجا دیگه حق به اونه. اگه خانشو داده آواز خان درسته. نه مطمئن باش اون خانشو نداده.
اینجاشو باید دقت میکردیم مامان. من باید دادم حرف راست رو بزنیم دیگه. درسته؟ خب خب درسته. زلزله آواز نمیشه، مجبور میشه. نه من باید امتحاناتو ببینم مامان. ببینم از اینو گفته من خواهد باید صحبت کنم ولی مطمئنم که نگفته. من اون نمیشه قشنگه. ولی این چیزی که میدونی درسته اشکالی هم نداره روش پافشاری کنی. اصلا یه عادت آدمای موفق همینه. چیزی که میدونن درسته روش پافشاری میکنن. اصلا این خصوصیت بدی نیست. نه تنها بلکه خصوصیت خوبی هم هست. کلا نمیخوام حقو بگم آقا این تقصیر کیه اون تقصیر کیه. خب گوش میدی ماما عزیزم گوش میدی. من میخوام الان فقط من و تو با هم صحبت کنیم یه درس زندگی بگیریم. خب گوش میدی مامانی. فقط هدفم اینه. یعنی اصلا هدفم نه ناراحت کردن توه، نه هدفم چیزی که تو مثلا بخوای ببینی الان تقصیر کی بوده. اصلا خب هدفم یه چیزیه اینه که من و تو با هم خب یه درسی از زندگی بگیریم. خب چه درسی بگیریم؟ ببین تجربه من ثابت کرده. مثل اون قضیه خانم بیاتی بود میگفتی آی خانم بیاتی منو دوست نداره، خانم بیاتی میگه اصلا فلان به من شک داره. خب گوش میدی؟ من بهت اینو میگم کسی که اولش اینجوریه خب اولا نباید باش جنگ کنی. خب قشنگم به خاطر کی؟ خود آدم. خب اصلا نباید باش جنگ کنی. چی کار کنی؟ بذاری تو گذر زمان متوجه بشه که نه اون کسی که راجبش بد فکر میکرده اون اشتباه میکرده. فهمیدی قشنگم؟ با رفتار درست، با احترام، با صحبت درست، با خانم بله شما درست میگین اما من اینجوری فکر میکنم. خب با مبارزه نکنی باهاش، جنگ نکنی باهاش، با صحبت قشنگ، با از یه چیز خیلی خیلی مهم با اعتماد به نفس بالا. خب با چی ماما؟ اعتماد به نفس و احترام بسیار بالا. خودتو عرضه کنی مثلا بگی که بله خانم شما معنی رو گفتین ولی من تو اینترنت ورزش و کمک مادرم خب که دکترای معماری هستن به این نتیجه رسیدن. بعد مطمئن باش. خب مطمئن باش اون هم تو صحبت با تو هم تو معرفی صحبتی که تو کردی مطمئن باش احترام برات قائل میشه. دخترم اصلا خودتو برای این چیزا ناراحت نکن و فقط باهاشون درست رفتار کن. وقتی درست رفتار کنی خودشون طبیعتا درست میشن. خب حق با توه. خب من میخوام بدونم این لغت ها رو خانومتون معنیشو میگه یا فقط نه که خودتون مینویسید حفظ میکنی؟ کتابی که آوردی راجبه چیه؟ کتابی که آوردی میخوای بخونی راجبه چیه؟ هزینه
قدرتمند پرطاقت استراتژیک دو انگشت شست برای برداشت کشتی انگشتی به پا می‌خیزد. کشتی انگشتی مثل آبی بود روی آتش. کشتی انگشتی به معنای واقعی سرگرم کننده بود. کشتی انگشتی شست گرم کننده بود. چرا؟ فاصله دو شهر الف و ب 100 کیلومتر. نوشتی؟ عکسشو بکش تا بتونی قشنگ حل کنی.